در مدینه جوانی خیلی با تقوی بود. او چشمهای خود را از حرام نگاه می داشت و همیشه قلبش در هوای مسجد بود تا نماز گذارد و سخنانی پر حکمت از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشنود. آن جوان با پرهیزکاریش عمر رضی الله عنه را به تعجب آورده بود. او پدری خیلی پیرسال داشت. هر وقت نماز خفتن را ادا می‌نمود زود به نزد پدرش می‌شتافت. رای آن جوان باشد از پیش دروازه زنی فتنه‌گری بود. بار آن زن جوان را به خود جلب نمود و آن جوان از پس زن روان شد. وقتی که جوان خواهشی به خانه زن داخل شدن را نمود، این هنگام سخنان خداوند را به یاد آورد که خداوند می‌فرماید کسانی که پرهیزگاری میکنند چون از شیطان وسوسه به آنها برسد خدا را یاد میکنند و ناگهان بر حق بینا شوند. سوره اعراف آیت 201. جوان از ترس خدا بیهوش گشت. او را به نزد پدرش بردند. جوان تا یک حصه شب بیهوش بود. وقتی به هوش آمد پدرش سببی به این حال افتادنش را پرسید. چون پدرش را از اصل واقعه آگاه نمود، پدرش به او گفت کدام آیت را قرائت کردی پسرم؟ چون جوان آن آیت را تلاوت نمود دوباره بیهوش گردید. وقتی که اهل خانواده و همسایگانش جمع گشته خواستند که او را به هوش بیارند، اما او وفات کرده بود. سپس او را شسته کفن کردند و جنازه اش را خوانده در همان شب او را دفن کردند. روز دیگر عمر رضی الله عنه از اصل واقعه آگاه شده نزد پدر او آمد و اظهار همدردی نمود. سپس به نزد قبر آن جوان رفته چنین صدا زد: ای فلانی. آن جوان از قبر جواب داد: ای عمر رضی الله عنه، به تحقیق که خداوند آن دو را بر من در جنت 2 بار داده است و خداوند می‌فرماید و برای هر کس که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش ترس کند 2 جنت است. سوره الرحمن آیت 46. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.